سلام علیکم دوستای عزیز. دهه سنتودا اینجا را تش کمر میگم آجو. آنم پایون تش کمر میگن. اینا برادرای عزیز اینجا شمالای ممکن که آوازی مرا خشرو نفهمین. آوازی ما همه شب با شما نشان میتونم برای چی اینجا را تش کمر میگن و برای چی دهه ما را دهه سنتودا میگن. همش یک تا با یک تا برای شما ما پیشکش میکنم. آنا دوستان عزیز برادرای که قدردان ما میریم با بالای یولای تش کمر میگذاریم. شما تماشا کنید اینا تنها برای شما یولای تش کمر بنوهای جای نازک برادرای عزیز احتیاج نکن با یا شمال نپرونمونه یا مقصد که خداوند بزرگ یابامون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا برادرها یولای تش کمر انا برادرای عزیز اینا خون دیده است اینا یولای تش کمر تراش بفکم کم ترک تاریک توفته است. اینجا برادرای عزیز گذشتنش با مثل پول سیرات های آدم که قد سرگناهک باشه توکلش به خدا. اینا برادرها بسم الله الرحمن الرحیم. اینا گذشته بچه‌ها خداوند مودی اینا گذشته یولای تش کمر حالا میریم دروش بدرن دروش هم میبینیم. اینا سر بلند باشه میریم دروش. خلاصه گپ دوستان عزیز در دره تش کمر من همین کوشش کردم که برام نشد. شمال ایسو آورده است ما بالون همین های میکنم نمیره اون طرف. این با گرفت همین سو آورده ما اگه تابستان میشد به خلقود میزدم میرفتم لیکن نشد. همین کوشش کردم که همین برام هم دره تش کمر بدرم شمال اون طرف های شمال همون نمیمونه که برام آموز هم طولا اوش رفتم بسم الله الرحمن الرحیم. بالون خدی نشو کشتی را بگیرم اون یک کشتی بده بابای پرو اخرم خدی جانمم نتونسته باشیم. خیلی کوشش میکنیم کشتی را بگیریم از برادرها که بالون نرفت. این ایستادگی نگاه شمال برده است مرا. دوستان عزیزی بالون ما نشید شمال نیره ایستاده کرد. دوستان عزیز باور میکنی تش کمر هم خیلی است که شمال آوس ترک است همون این طرف انشالله که ما میرم همون تش کمر میگذارم انشالله اولش خدا خیرش خدا
من کودک بودم بسیاری بعد اینجا بازی کردم، بسیاری بعد رفت آمدگیم و سال 2012 یا 13 در انطالیا بودیم با همراه برادرها. آخه من انطالیا را بردن نشان دادن. وقتی که من خیلی جا رو دیدگیم در تماشا گفته بودم که سنتوده ما اروپا اینه. حالا ما جایش نشون میدم که در حقیقت شما در حیرت میمونید، در حیرت. و چی گفتنیم؟ گفتنیم که حاضی برای چی سنگ توپ یک سنگ تودا برای چی پیشکش شما میدم. تماشا کنید و حلاوت بریم. و در خانه خدا بودیم در مکه و مدینه جای زیارتگاهش بسیار آرامگاه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم و بعد صحابه ها وجود خوان. انا مکه فقط خانه خدای تمام، دیگه همه جاش جای تماشا. با مثل اینجا جای تماشا، همین اینجا همه جای تماشا. با مثل اینجا تماشا میکنی. مقصد دیگه جای زیارت نیست، فقط جز خانه خدا. انا دهه ما مقصد که بزرگا و مزارات زیارت میری و جای تماشاش به حد بسیار در بسیار. و برای چی سنگ توپ های من میگم شما رو، برای چی سنگ توپ میگم. زنده باشه. اینا دوستان عزیز کمتر آب بلندتر شده. اینو میدونم ما گفتیم که بلندتر که اینا انشالله که میگذاریم. شمال استیل میکنه دوستان عزیز، شمال تیله میکنه. اگه واسه زمستان یا تابستان باشه ای طرف میدونم بودیم، ای طرف دایره میومدیم ای بالا. اینا برادرها هیچ گرد محمد جان توته ترولمون توته ابرد توته نگرده میشه. هیچ گرد لطکم رسید. اینا دوستای عزیز بحر لوی دریا. من دریا را که من نشان دادم شما دریا تون بگیره. اینش صدام تش کامera اینو من نشان دادم، اون دایره رو نشان دادم. دریا تون بگیرید در لوی دایره وقتش ده مردم خلق چیکار کرده، لشکر چیکار کرده. من با شما بعد نشان میتونم گپ میزنم وقتش ده چی گپ چی خبر بود. اینا تش کامر دوستای عزیز اینجا اگر موتور ختم میشید میدرم اومدیم درون میرفتیم. راستی گپ موتور صاحب چنه یافتیم مقصد تو صاحب رو میگفتم که وقت میگذشت. نه برای همین اینجا باید تش کمر برادر، تش کمر با بالاش گذاشتنش به نهایت قینه. هر کس هم نمیره با بالایی. خیلی مقصد که خودتون دیدین دوستان عزیز. زمانی بود که همه بنویستن، زمانی بود که مقصد که می اومدن ای تلویزیونو بنوار میگرفتن در تلویزیونو نشون میدادن. حالا ولی خودتون میدونید که همه اینترنتی های نشون میتونم شما تا که تماشا کنید و حلاوت برین. این سنگا رو دیدین؟ این خیلی سنگ مقصد اینجا سنگ بسیاره در لوی دریا. سنگ بسیاره سالهای خیلی قدیم نمیدونم کدام عصر کدام سال ایره هیچ کم نمیدونم. من نمیدونم، فقط من هم خیلی پریمیرا میگم تو که همین خیلی شید پریمیرا. حالا جورای جانیمه که باشین وقتش دل لشکر فرمان میشوه پادشاه که همه لوی دایره میره یا سنگی میگیره میویا، همه لوی دایره میره یا سنگی میگیره میوره و جنگ ده برابر. انا که میریم میبینیم که چند تا لشکر آورده سنگ همینجا ده مونده. با ما دوام شو با شما ده نقل میکنم رفتی. انا دوستانی عزیز انمی قدر سنگ همون لشکر میاره میپرتویا. همون لشکر سنگ میارن میپرتویان. انمی سنگایی که شما دیده هستین انمی سنگ توپ برام که سنگ تودا میگن سنگ توپ. و برادرای عزیز من همه قش شما دا میگم که کدامش که زنده موندگی اومده سنگ گرفته بالا او دا پرتافتگی. فقط انمی قدر آدمایی که مردگیان انمیان، آدمایی که در جنگ رفتن نابود شدن دیگه گشتن نیومدن انمی که آدمای انا که میریم پیش بو میبینید. برادرای عزیز انا بینید سنگا را. بسم الله الرحمن الرحیم. انا برادرای قدردان این سنگا رو بینید که چقدر سنگای کلان ایره بی. همه نمود سنگ در اینجا هست، همه نمود همه سنگی در روی اینکه. و با برادرای عزیز اگه میگم تو که اینجا وقتش همه بابامو نقل میکنن که کسی که اومده سنگ میبرد برای یا خونه اش یا که برای یگان صوفش زلال خچه میرسوندک برای همه
تو همین حاضر همین سنگا رو نگاه داشتگان یگام جو نمیبرن مقصد همین سنگا همینجا دا میستن نامی سنگ توپ انا برای همین این سنگ توپ نیو سنگ تو ده حکا هم خیلی دا مقصد اساسا سنگ توپ های اینا برادرای عزیز اینا بالاش برو آمدیم خداوند بزرگ نگاه بام باشه ما اگر راستی گفتم که خردسالی که در همینجا کلان شدم بسیار می اومدم میبرم توروی سنگ توپ نه با امروی بچه های امکیم اومدیم اینه بالاش بچه ها اینجا دا اینه برادرها اینه دوستای عزیز بالای سنگ توپ دهیم اینه من شما رو از نشان میتونم همش دوستای عزیز جرا سنگ توپ میگن سنگ توپ یک دره باید ما میگم کو های سنگ توپ آمدم های سنگ توپ آمدم انا می سنگ توپ در نظر دارم ببینید که مقصد چنین یک دو ماه این سنگا رو کلونیش ببینید مقصد آدمای دور پیش جنگاورا بوزبالا بدیان اخی هم میگرفتن بوزبالا می اومدیان اینا دوستان عزیز مقصد در حقیقت کلونایی همین خیلی کلونه که با درجه اولیش کلونه اینا روایتی سنگ تودن همیه اینجا میرن میشنن مقصد وقتشم مالوانا می اومدن همینجا در علاو میکدن اینا دوستان عزیز ما دوستان عزیز همینجا اومدم یک چی دیگر خشرو اهمیت دادم همه سنگا قریب که به مثل دیلن این رنگ دیل این ایش رنگ دیل علاوه شکسته بسیار رنگ دیل ایره بی بوار که همش رنگ دیل بوری ما در نظرم اینو در چشم من توفته است خیلی نمیدونم برادر عزیز خیال میکنم که در همش با رنگ دیلن اینا ما چطوره که شما دا گفتم برای چی سنگ توده میگن اینا اساسش اینا سنگ توپ زنده باشید سربلند و خاناباد باشید خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد پاک و پروردگار و مادرای عزیزمون در بالای سرمون با همراه پدرامون سایبان باشند همه وقت ملت ما آباد باشد دولت ما آباد باشد انم خیلی سرجم خوشی و خرسندی کنیم سربلند و خاناباد باشید